سلام به کانال پشت هر داستان خوش اومدین. قبل از اینکه ماجرای امشب رو براتون تعریف کنم حتما لایک کنید. به کما رفته بودم. تو اون مدت مرده ها رو میدیدم. با هم حرف میزدن. منم با اونا صحبت میکردم. ولی از بین زنده ها هیچ کس منو نمیدید. جز داداشم که معلول بود. یه روز بابا بزرگم اومد و گفت تو نباید بمیری. هنوز وقتت نرسید، برگرد. اما قبل از اون یکی دیگه رو دیده بودم، بابام. کنار یه در بزرگ سیاه ایستاده بود که از پشتش نور می اومد. لبخند زد، همون لبخند قدیمی که همیشه قبل از رفتنش می زد. بابا، یعنی من مردم؟ نه، فقط رفتی یه جایی که بقیه نمیتونن ببیننت. خواستم برم سمتش، اما هرچی جلوتر میرفتم فاصلمون بیشتر میشد. میترسم بابا، نمیخوام تنها بمونم. دستشو دراز کرد، صداش لرزید. تو هنوز کار داری اون پایین، هنوز چیزایی هست که باید ببینی. نور اطرافمون کم کم لرزید. وقتی برگشتی دیگه دنیا برات مثل قبل نیست. مردم رو همونطور میبینی که واقعا هستن. یعنی دیگه مثل بقیه نمیشن؟ هیچ کس بعد از دیدن حقیقت مثل قبل نمیشه. همه چی تار شد. آخرین جمله‌ای که شنیدم این بود: وقتی برگشتی آینه ها رو جدی نگیر. چشامو باز کردم. نور سفید سقف زد تو چشمم. دکتر داد زد و گفت برگشت. قلبش دوباره کار کرد. اما من فقط دنبال صدای بابام بودم. زمزمه کردم بابام کجاست؟ مامانم گریه میکرد. بابات 5 ساله که رفته. لبام لرزید. نه، من همین الان داشتم باش حرف میزدم. گفت آینه ها رو جدی نگیر. پرستار رنگش پرید. دکتر گفت تو توهم دیدی، طبیعیه بعد از شوک. اما طبیعی نبود. اون شب آینه روبروی تختم خود به خود بخار کرد. روی بخار با انگشت کسی نوشته شده بود بهشون نگو من هنوز اینجام. گفتم بابا؟ جوابی نیومد، فقط بوی سیگار مخصوصش پیچید تو اتاق. وقتی برگشتم سمت آینه نوشته پاک شده بود، ولی تو شیشه یه سایه مرد دیده میشد که داشت نگام میکرد. 3 شب بعد دوباره اومد، کنار آینه ایستاده بود، تار ولی شبیه بابام. اگه خودتی یه چیزی بگو که فقط من بدونم. تابستون 91 زیر بارون رفتیم تا لب دریا، یادت اومد؟ اشکام سرازیر شد. بابام خودش بود، اما جواب داد نه دقیقاً، من اون نیستم، من چیزیم که ازش جدا موند. ترسیدم. وقتی برات گردوندن یه در باز موند بین دنیای ما و شما. من از اون رد شدم، ولی حالا یه چیز دیگه هم داره میاد. نور اتاق لرزید. آینه ترک برداشت. صداش گفت اگه دوباره صدام زدن در بسته میشه. تو تنها میمونی با چیزی که دیدی. از اون شب صداها شروع شدن، نه تو خواب، وسط روز، بین حرفای مردم. یه صدای دیگه میومد تا اینکه یه شب به داداشم گفتم اون مرد دوباره اومد، همونی که بوی سیگار میداد. یخ کردم. گفت مراقب باش، چون یکی دیگه هم از اون در رد شده. رفتم جلوی آینه شکسته. چشم اون سایه رو دیدم. پلک نمیزد، فقط خیره نگام میکرد. همه چی بدتر شد. چراغا خودشون روشن میشدن، درا باز میموندن. مادرم جیغ زد. یه نفر کنار پنجره بود، ولی وقتی رفتم فقط بخار نفسش مونده بود. اون شب تو گوشیم یه نوشته ظاهر شد. اون یکی هم بیدار شد. دستم لرزید. گفتم اون یکی کیه؟ جوابی نیومد، فقط صدای در از پشت سرم اومد. برگشتم، یه سایه کوچیک روی دیوار بود، شکل یه بچه. پرسیدم تو کی هستی؟ گفت تو منو اون طرف در جا گذاشتی، کنار بابات. قلبم ایستاد. من کسی رو جا نذاشتم. خندید، یه خنده تیز و سرد. وقتی برگشتی یه تیکت موند اونجا. من همونم، اون تیکه تاریکت. شروع کرد از دیوار جدا شدن. کم کم شکل منو گرفت. گفتم برو بیرون، تو من نیستی. گفت چرا؟ هستم. من ترساتم، دروغاتم، خشماتم. حالا نوبت من زندشم. همون موقع داداشم دوید تو. اون تو نیستی. ولی وقتی برگشتم سمت آینه من نبودم. اون بود با چشمای سیاه و خالی. گفتم از من چی میخوای؟
گفت حق زندگی، یه بدن 2 روح، یکیمونو باید انتخاب کنی. گفتم تو واقعی نیستی. خندید. واقعی تر از تو هم. تو فقط تظاهر میکنی هنوز زنده ای. اتاق تار شد. صدای بابام اومد. باید تصمیم بگیری، یا خودت رو ببخشی یا اون جاشو میگیره. دستمو گذاشتم روی آینه و گفتم اگه من باید برم تا اون نباشه باشه. نور شدید، صدای جیغ و سکوت. صبح مادرم در اتاقو باز کرد. یه نفر اونجا بود. آروم نشسته بود روبروی آینه. گفت دخترم تویی؟ اون لبخند زد، همون لبخند بابا. گفت آره مامان، ولی بابا گفت آینه ها رو جدی نگیر. اگه تا اینجای داستان با هم بودی دمت گرم. فراموش نکن لایکم کنی، نظرتو برام بنویس. اگه هنوز سابسکرایب نکردی همین الان انجامش بده، چون قصه های بعدی از اینم عمیق ترن.